سلام آقای حسین. سلام. حال شما خوبه؟ مرسی ممنون. سلامت باشین. آقای حسین گوشی عدسم خورده زمین. بعد صفحه لمسش کلا از کار افتاده. بعد میخواستم ببینم بدون تعویض چون هزینه زیاده میشه اطلاعاتو چیز کرد. اطلاعاتونو از آخرش برداریم. آره میشه. این تنالاش اینه که شما فقط یک زیر موسی میخواین و یک کابل اوتیجی و یک دانگل بلوتوث که موستون بلوتوثی باشه. اینا رو با هم دیگه وصلشون میکنین به این صورت و وصل میکنین به قسمت شارژ گوشی به این صورت. به این جلو نگاه کنین، قشنگ میره روی صفحه نمایش. و خب الگوش چطور بود؟ بالا به سمت پایین از اینجا سب کنه. خب سمت چپ بله بالا، اینم بالا. به همین سادگی دیگه. شما هر جا خواسته باشین راحت میتونیم باش کار کنیم و اطلاعاتون ازش خارج کنیم. به همین سادگی. دستتون دادم. خواهش میکنم. سلامت باشید.